من میبینم اینجا خیلی خلوت. شما میگفتی نوه‌های ما هستن. نوه‌هاتون کجا؟ بعد صداشون کنی؟ خب 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 این نوای شما هستن همشون؟ اینها خب سه تاشون هم نیستن؟ سه چهار تاشون نیستن. سه چهار 16 تا نوه داریم. بعد شما یادتون میمونه اسماشونو؟ اسماشونو یادتون میمونه؟ صحبت کش دیگه. نه من با شما. خیلی وقتا که یادمون میره اصلا. الان میتونی اسمشونو بگی؟ نه تو نه. آره میتونیم حالا. خب مثلا 2 تاشونو بگی. میثم شایانه. شایان. بعد قاطی هم میکنی؟ یه وقت قاطی میشه؟ قاطی هم میشه. خب پس چند تا پسر دارین اینا رو نگفت؟ پسر خودم داره. چند تا بچه دارین اصلا بگین از اول. 9 تا بچه دارم. 9 تا. 9 تا. یه دختر 8 تا پسر. 8 تا پسر. الان اینجا کیا هستن ببینیمشون؟ که آقا داوود هست. آقا داوود بفهمین اینجا ما. آقا داوود بیا. اول آقا بیا. آقا میثم هم هست بعدشون حالا تو بگی. پس 2 تا پسرشون. میثم بیا. آقا میثم. دخترتون هم اینجا هست؟ شهر. خب میگن عروس هم مثل دختر دیگه. فرقی نمیکنه بله. برای ما فرقی نداره. فرقی نداره. خیلی خوب. بعد شما غذا درست میکنین برای همه درست میکنین؟ بله وقتی خودمون حاج آقا با یه پسرم دارم ابوالفضل اون هنوز ازدواج نکرد. اون هست با خودمون زندگی 3 تا باشیم که خب قطع 3 نفر. اما وقتی که ماشاءالله پنجشنبه جمعه بچه‌ها تشریف میارن دیگه بالاخره غذا زیاد باید درست کنیم. حالا چه برنج مرغ باشه چه مرغ سبزی باشه هر غذایی که درست کنم با تعداد ماشاءالله 7-8 نفر با بچه‌ها نما هستن. اینا 30 نفر هستیم که با نما. میثم بیا. خب حالا یه ضرب المثل شهر ری اصلا میدونین شما مثلا تو شهر ری اینو میگفتن. نه تعارف شابدلعظیمی. تعارف شابدلعظیمی مثلا میگن کسی تعارف میکنه یا فلانی تعارف شابدلعظیمی داره میکنه حقیقت نمیگه. پس شما گفتین نهار بیا خونه ما این شابدلعظیمی بود؟ 100%. این که درست بود. آره. از ما هم پذیرایی کردیم. به نظرتون این از کجا اومده این مسئله؟ حالا از قدیم بوده حاج آقا ما هم همین تو گوشمون گرفتیم یه موقع تعارف شابدلعظیمی. بله مثلا یکی میخواد تو خیابون داری با هم صحبت کنی با دوستی فامیلی آشنایی مثلا میگی بفرمایید. حالا اگه مهمون بیاد و روزی داشته باشی بالاخره یه لقمه نون پنیر قلی قدیمه با هم میخورن. اگرم کار داشته باشه بره که میگم برو با فلانی تعارف شابدلعظیمی کرد. حالا این مونده دیگه تو مملکت ما. ناراحت نمیشین یکی این حرفو میزنه؟ نه دیگه چون که همه جا بگن دیگه همه میگن دیگه آدم ناراحت چی بشه. حاج آقا با کی رفتی خواستگاری خانم؟ بله. مادرم رفت خواستگاری برای ما. مادرتون؟ بله. خب مادرم با برادرم رفتن خواستگاری. اون موقع مثل حالا نبود. اونا خواستگاری کردن ما هم خواستیم برای ما. خب بعد کجا دیده بودین خانومتون رو قبل؟ رابطه با پدرش اینا رابطه داشتیم میرفتیم. اونا میومدن منزل ما میشناختیم. شناخت داشتیم روشون. بعد مال و منالی چیزی داشتیم رفته بودین خواستگاری؟ بله گوسفند داشتیم. پدر خانومم قصاب بود.
بله. می اومدن گوسفند از ما میکشتن میبردن. رو همین رابطه داشتیم، رفت آمد داشتیم. آره. پس قصاب بود پدر خانم. بله. الان هستن ایشون؟ نه خیر، رحمت خدا رفت. خدا رحمت. یه چند وقتی قصاب بودن، بعدا رفتن تهران دیگه، مغازه داشتن تهران. رحمت خدا رفتن. چند سال اون وقت با هم زندگی میکنیم شما؟ تقریبا من 13 سال، یعنی 11 سالم بود که این آمدن خواستگاری. وقتی پدرم هم یه اخلاقی داشت که هر دامادی میاد برو خیرشه ببینی، حالا دیگه نمیگفت فلان بیچاره داره نداره، اینجوری بود. یه قدیم پدر مادر میگفت باید به این خوشی برکنیم، این چشم الان نبود که این دختر به طرف خودش برد دوست پیدا کنه. حاج آقام همینجور. بله حدوداً 50 خورده ای هست که با هم زندگی. الان نزدیک 50 سال هست. 13 سال بود، الان 52 سال هست. هنوز بیشتر از قدیم هم دیگر دوست دارین یا اینکه همون اندازه قدیمه؟ فرقی نمیکنه. ما همجوری با هم زندگی داریم بگیم خدایا قدیم گفتن خدا یکی مردم یکیه دیگه. حالا ما تا حالا که با هم خوب بودیم، حالا نمیدونم. اگر یک بار دیگه برگردین به این دنیا در آینده، بله دوباره همین شوهرتون انتخاب میکنین ها؟ قسمت بشه. بله خب خدا